چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه و امیدوارم که بعد از تلاش‌های بسیار زیاد من این ویدیو رو به اشتراک بذارم، چون دقیقاً 3-4 باره که فیلم برداری کردم و ضبط داشتم و موقع ادیت که شده دیدم نه، این اون چیزی نیست که میخوام و اون کمالگرایی سراغم اومده. پس اگر دارید این ویدیو رو میبینید، خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل یوتیوبم. شاید این سوال پیش بیاد که من کیم، چیکارم و قصدم از زدن این چنل چی بوده. قبل از هر چیزی یه معرفی خیلی کوتاه از خودم داشته باشم برای کسایی که منو نمیشناسن یا اولین باری که دارن منو میبینن. من شقایقم، 29 سالمه و تقریبا 1 ماه و نیمه که به فرانسه مهاجرت تحصیلی داشتم و توی شهر نانسی دارم دوره زبان فرانسوی میخونم. کسایی که منو میشناسن از اینستاگرام میدونن که از سال 2014 من فعالیتم رو توی اینستا شروع کردم. اوایل توی موزیکالی و تیک تاک فقط چالش میگرفتم. بعد تبدیل شد به رقص و من سالها رقص کار کردم توی تیک تاک و در واقع اینستاگرام. و بنا به دلایلی که شاید خیلیاتون بدونید توی ایران فعالیت رقصم رو متوقف کردم و دیگه ادامهش ندادم، ولی همچنان اشتیاقم به فعالیت توی سوشال میدیا، حالا به اشتراک گذاری روزمرگیم و کلا اون فضایی که سوشال میدیا بهم میده رو من نگه داشتم توی خودم و الان میخوام در واقع بیارمش به مسیر یوتیوب و تبدیلش کنم به ولاگ‌های روزانه، هفتگی و چیزایی که یاد میگیرم رو توی ویدیوهای طولانی‌تر در قالب یوتیوب باهاتون به اشتراک بذارم. پس به صورت خلاصه قراره توی این چنل اشتیاق من به زندگی رو ببینید. هر چیزی که یاد میگیرم، هر چیزی که فکر میکنم مفیده، هر چیزی که توی روزمرگیم اتفاق میفته رو قراره باهاتون توی این چنل به اشتراک بذارم. در کنار اینا میخوام توی ویدیوهای آینده حتما راجع به مسیر مهاجرتیم بگم، چون بیشترین سوالی که الان توی اینستاگرام ازم میپرسید اینه که چجوری مهاجرت کردی، چه مدارکی نیاز داشتی، چجوری 3 ماه ویزا شدی و این مسیر رو میخوان که براتون توضیح بدم و 100% مطمئن باشید که توی ویدیوهای بعدی کامل و با جزئیات در واقع تجربه خودم رو باهاتون به اشتراک میذارم برای کسایی که دوست دارن مهاجرت تحصیلی به فرانسه داشته باشن یا حالا به هر دلیلی دوست دارن اطلاعات عمومیشون راجع به مهاجرت به فرانسه. خب کجا بودیم؟ برای کسایی که میخوان مهاجرت تحصیلی به فرانسه داشته باشن یا به هر دلیلی میخوان اطلاعات عمومیشون راجع به مهاجرت بیشتر بشه، حتما اون ویدیوها رو میسازم. در آخر ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو همراهم بودید. امیدوارم توی ویدیوهای بعدی هم همراهم باشید. همچنان برام توی کامنت ها بنویسید که چند سالتونه و از کجا دارید منو میبینید. خیلی خوشحالم میکنه و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.